تا حالا دیدی تو ماینکرافت بدون TNT کل زمین آتیش بگیره؟ امروز قراره بهت یه ترفند نشون بدم که با ردستون ساده یه سلاح آتشین مخفی بسازی که هر مابی جلوش بیاد فرار میکنه. آخر ویدیو یه نکته میگم که اگه انجامش ندی ترفندت اصلاً کار نمیکنه. همونطور که میبینی با فعال شدن سیستم کل این محدوده پر از آتش میشه. این ترفند هم برای دفاع از بیس خوبه، هم برای ترپ کردن مابها و هم برای ترول کردن دوستان. این ترفند بیشتر توی حالت کریتیو یا سروایول پیشرفته استفاده میشه. وقتی مابها وارد محدوده بشن، سیستم به صورت خودکار فعال میشه و آتش روی زمین پخش میشه. اگه درست بسازیش، هیچ مابی زنده نمیمونه. حالا بریم سراغ ساخت. اول چند تا دیسپنسر کنار هم میچینیم. داخل هر دیسپنسر فایر چارج قرار میدیم. زیر بعضی از دیسپنسرها بلاک جامد میذاریم و پشتشون ردستون داست وصل میکنیم. بعد با ردستون تورچ یا لور سیگنال رو فعال میکنیم. نکته خیلی مهم، حتما فاصله دیسپنسرها رو درست بذار تا آتش به صورت پخش شده در بیاد، نه متمرکز. حالا وقت تسته. سیستم رو فعال میکنیم و بوم! آتیش گرفت. دیدی چی شد؟ کل زمین آتیش گرفت. مابها هیچ شانسی ندارن و حتی برای فارم ماب هم میتونی ازش استفاده کنی. اگه از این ترفند خوشت اومد، حتما لایک کن. سابسکرایب یادت نره و تو کامنت ها بنویس دوست داری نسخه قوی ترش رو بسازیم یا نه. ویدیوهای بعدی ترفندهای خفن‌تر. پس حتما همراه ما باش.